علماهای بزرگ اهل سنت و الجماعت شیخ محمد ابن سیرین، امام دهاق، امام مالک رحمت الله باد بر آنها و دیگران گفتند به درستی که این علم دین است، پس بینگر که از کی دین خود را میگیرید. حمد و ثنای بی پایان بر الله که یگانه است و نیست او را شریک، و درود و سلام به خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، به آل و اصحابشان و به تمام آنهایی که اطاعت و پیروی نمودند ایشان را تا روز دین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ترجمه حال شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله. شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله با فضل و منت الله در خانواده مسلمان و اهل علم و معرفت چشم به دنیا آورده است. از عنوان خردی به آموزش علم شرعی مشغول بوده. اولین استاد او پدر و مادر بزرگوارش بودند که به او احکام وضو و نماز را آموزاندند. همچنین معنی و فضیلت کلمه توحید و خواندن و نوشتن خط فارسی را تعلیم دادند. بعد از چند مدت تقریبا در سن 10 سالگیش والدینش او را به نزد طالب علم که ختم کننده مدرسه دینی ازبکستان بود فرستاندند تا آنجا علمی شریعت را تعلیم بگیرد. آنجا در نزد این استادش فنهای زیرین را تعلیم گرفت: تلاوت قرآن، تجوید، ضروریات دینی و مسائل فقهی، مبدأ قرائت عبارت از 4 قسم و آموزش زبان عربی، قسم از علم صرف، قسم از علم نحو، نوشتن خط عربی. شیخ ابو محمد نزدیک به 3 سال عمرش را در نزد این استاد صرف تعلیم نمود. بعد از آن ایشان او را به استاد خود که در شهر خوجند ولایت سغد تاجیکستان بود راهنمایی کرد. در این میان او از یک طالب علم دیگر فقه حنفی را آداب و اخلاق شرعی و زیبا تلاوت نمودن قرآن را آموخت. سپس در آنجا علم صرف و نحو را در مسجد شیخ مصلح الدین تعلیم گرفتند. بعداً به دهه چارکوه شهر اصفهان برای حفظ قرآن و آموختن زبان عربی به حجره نشست. از سال 2003 تا 2006 در یکی از مدرسه های دینی ولایت سوخت تحصیل نموده. در سالهای آخر این مدرسه یعنی سال 2006 به جمهوری ایران به منطقه اهل سنت برای ادامه تحصیل رفته. آنجا ادبیات فارسی را در مدت تقریبا 1 سال آموخت. تحصیل در مدینه. سال 2008 به فضل کرم الله به شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه منوره آمده حجت‌هایش را به دانشگاه مدینه منوره تقدیم نمود. تا معلوم شدن نتیجه حجت‌هایش در مسجد نبوی مدت 7 ماه علوم زیر را آموخته است: حفظ قرآن، تجوید، حفظ حدیث به مانند 40 حدیث نبوی، عمدة الاحکام و بعضی از دیگر کتابچه های خرد حدیث، سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم از کتاب رحیق المختوم، علم نحو، حفظ متنهای طالب علم از شیخ قاسم امام مسجد نبوی، آموزش عقیده از شیخ ابراهیم رحیلی و شیخ عبدالرزاق پسر شیخ محسن عباد و سحیمی و غیره. اشتراک در درس‌های شهر حدیث شیخ محسن عباد. بعد از 7 ماه تحصیل در مسجد نبوی به جامعه دانشگاه مدینه منوره قبول شده و در این دانشگاه مبارکه مدت 1 سال ادبیات و گراماتیک عربی را آموخته است. در همین مدت بعد از نماز شام تا وقت خفتن به فضل الله به درس‌های شیخ عبدالمحسن عباد و بعد نماز خفتن به درس‌های تفسیر عبدالله ابن محمد امین شنتقی اشتراک نموده است. بعد ختم این بخش به دانشگاه شریعت داخل شده فایده بزرگی را نائل شده است که الله را خیلی سپاسگزار است. در 2 سال آخر در مسجد نبوی کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم را حفظ نموده است و علم میراث را علاوه از دانشگاه در مسجد نبوی تعلیم گرفته است. شیخ‌هایی که استاد از آنها علم آموخته است اینهایند: در علم قرآن عبدالله ابن محمد امین شنتقی،
شیخ صهیبانی تفسیر قرآن، شیخ نقیب تفسیر سعدی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر شوکانی در دانشگاه. در شرح علم حدیث از شیخ محسن الابد در مدت 8 سال کتب از 30 را یک را آموخته است. محمد مختار شینتقی شرح موطع ابن مالک و شرح عمدة الاحکام. شیخ عبدالله فوزان و قاسم امام مسجد نووی حفظ و شرح بلوغ المرام با شرح ابن عثیمین. شیخ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن چهل حدیث نووی و ادب المفرد امام بخاری. دوره علمیه شیخ عبدالکریم الحزیر در علم حدیث. شرح سنن ابو داود در نزد شیخ حادل مدخلی. در حفظ حدیث حفظ 40 عمدة الاحکام و بلوغ المرام در دوره های امام مسجد نبوی شیخ قاسم. حفظ صحیح بخاری و صحیح مسلم در دوره های علمی شیخ یحیی عبدالعزیز یحیی. در نزد شیخ سالم در عقیده در نزد شیخ جربوع ابراهیم رحیلی، شیخ سهیمی صالح عالی شیخ و شیخ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن. در دوره های علمی شیخ صالح فوزان، عبدالعزیز مفتی سعودی و شیخ لحیدن. علم فقه و اصول فقه شیخ ابراهیم حزم فقه، شیخ سلیمان رحیلی اصول فقه، شیخ حماد المبارک اصول فقه، شیخ مختار شینتقی، عبدالله مطلق، شیخ شسری علم اصول، شیخ صالح فوزان در مسائل فقهی. کتب السیته جامع الصحیح بخاری، جامع الصحیح امام مسلم، سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن الصغرى نسائی، سنن ابن ماجه. تحصیل در مصر. بعد از ختم دانشگاه مدینه منوره به مصر سفر کرده در آنجا درجه ماجستر را در قسمت شریعت نائل شده است. تقریبا مدت 1 سال در نزد شیخ مصطفی عدوی تفسیر قرآن، علم حدیث و اصول تفسیر را نیز آموخته است. این همه از فضل و برکات الله بود. حالا شیخ اسکندر ابو محمد مدنی حفظه الله به دعوت در سامانه های اجتماعی مشغول است. این بود ترجمه حالی شیخ اسکندر ابو محمد مدنی حفظه الله. و در آخر پیام ابو محمد مدنی را برای شما میگذارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم و خواهر موحدم، بارک الله فیکم. اگر من ساکت بمانم و تو ساکت بمانی، پس چی کسی میخواهد که جاهلان را راهنمایی بکند؟ پس همین است که زمان اهل حق از بیان باطل ساکت و خاموش شدند، اهل باطل گمان کردند که آنها حق هستند. بیایید همه یک جایه توحید را نصرت بدهیم و توحید را نشر بکنیم تا که از جمله نصرت دهندگان دین الله و از جمله نشر کنندگان توحید باشیم. بارک الله فیکم.